شبکه‌های استانی یزد و گیلان با پخش دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و ملوان بندرانزلی با شما هستیم از سری رقابت‌های لیگ برتر هفته سوم رقابت‌ها که در ورزشگاه تختی تهران البته به میزبانی تیم چادرملو اردکان این دیدار برگزار میشه. رضا جبیره به دنبال توپ، محمد پاپی سمت راست، توپش گرفت سگوند آرلن از سمت چپ برای چادرملو، یا پاس رو به جلو داخل محوطه، فرصت برای بازیکن چادرملو، اونجا اجازه نمیده جعفر سلمانی، فرصت مناسبی که از دست رفت. محمدی فر ارسال بلند رو انجام میده، یه ضربه سر روی منطقه دی، یه فرصت برای بازیکن چادرملو، ضربه اون رضا میرزایی و اونجا پرچم بالاست، آفساید کاملا مشخص بود که زد. برگشت این بار از صادقیان، باسم ملوانی ها از سمت چپ، علی نژاد داخل محوطه، فرصت زده اونجا شماره 20 محمد پاپی. خود عددی صاحب توپ نجات میده دروازه ویکتور ماتو. دو مهاجم تیم فوتبال ملوان تو این دقایق پایانی بازی هستن. بازیکن چادرملو از راه دور خطرناک تو برمیگرده توسط طیبی پور، اونجا دروازه رو نجات میده مدافع ملوان روی ریبان، ضربه‌ای که رمی هرنان سیمیس را زد محکم. ویکتور سمت چپ، یه پاس رو به جلو برای رودریگز، یه ارسال داخل محوطه، فرصت برای بازیکن چادرملو، طیبی پور توپ رو برمیگردونه. جعفر سلمانی که از بازیکنی که تو لحظه دیگر زمین مستقر تاش میکنه، اعلام خطا میشه، فرصت مناسبی که میتونستن ملوانی ها داشته باشن و کارت قرمز برای بازیکن چادرملو سیروس صادقیان. تعویض ها میخواد برای ملوان انجام شه، اینجا ببینیم خطا رو، این خطایی که روی ابوذر سفرزاده تلاش کرده این بازی رو تقدیمتون بکنیم. بازی هم تمام میشه با سوت آقای وحید زمانی، تساوی بدون